میشه که همیشه خاک بریزین رو گندکاری های این بچه. اگر کسی این بچه رو اذیت نکنه این بچه کار به کار کسی نداره. رو حرف من حرف نزن عروس، که من هر چی گفتم تو بهش عمل نکردم. بسم الله. مگه من چیکار کردم؟ چی گفتم؟ شهاب 2 سالش بود که من گفتم ببرینش پیش یک دکتر حاذق. 2 بار بردیمش عزیزشون. گفتن بعضی از بچه ها دیر زبون باز میکنن. اگر سرکار علی دکتر بهتری سراغ دارین به ما معرفی کنیم ما ببریمش. بفرما ناصر خان، اینم از زن تحصیل کرده دانشگاه رفتد، اینم از ادبش. شما ببخشید عزیزشون. من که عمری ازم نمونده، اما این شهاب مخش عیب داره. اگه هر چه زودتر بهش نرسیم چند وقتی که به جای مدرسه باید بفرستیمش دارالمجانین. دارالمجانین؟ شما فکر میکنین چون سنتون از من بیشتره هر چی به دهنتون میاد باید بگی؟ نوه خودمه، به تو چه مربوطه؟ مثل اینکه من مادرشم. مادرشی که بلد نیستی بهش برسی؟ مادر خوبه که من درس و دانشگاهمو تعطیل کردم، کارو گذاشتم کنار، نشستم پای بچه ها. حالا من مقصرم؟ بس کن دیگه مریم. برو بابا. ببین ناصر آقا، اگه حرف منو گوش کرده بودی عقلتو به کار مینداختی عین داداش بزرگت دختر خاله دختر دایی کسی رو میگیره